قدرتی که یک زن داره باور کنین که هیچ مرد نداره. بله، این حرف کاملا درست است. میفهمین چرا؟ چون اگر یک زن زیرک باشه، یک زن از دین خود آگاهی داشته باشه، مرد خودش را به اوج قله های موفقیت میرسانه. ولی زنی که دنبال حرف احمد و محمود باشه، دنبال این باشه که فلان شخص کوچ خرید برای خانم خودش، لوازم خانه خودش را تغییر داد، چرا برای شوهر می کار انجام نداد، نه تنها که این خانم هیچ وقت خودش پیشرفت نمیکنه، زندگیش بهتر نمیشه، بلکه با خودش زندگی شوهرش را هم به سمت نابودی میکشانه. زنی که از زیرک بودن خود یا از این قدرتی که الله برای خانم ها داده به شکل درست استفاده میکنه، او هم خودش پیشرفت میکنه و هم بازوی قوی میتونه باشه برای شوهرش در روزهایی که شوهرش دیگه ضعیف شده، تسلیم شده و نمیتونه ادامه بده به خاطر موفقیت و به خاطر موفق شدن. کوشش کنید با خانم ازدواج بکنید که شما را مجبور بسازه که سر پای خودتان استاد شوین و برای شما بازوی باشه که وقتی هیچ کسی به سمت شما نمیویه و هیچ کسی به شما باور نداره، یک رفیق خوب، یک دوست خوب، یک همراز خوب خانمتان برایتان باشه. خانم هایی که مدام از شوهرانشان شکایت میکنن، الله رسول از اونا خوش نمی باشه. کوشش کنین که شوهرانتان به شکل خوب امرش صحبت بکنین و فراموشتان نشه که شوهرتان یگانه کسی می باشه که در این دنیا تا زمانی که زنده هستین و یا زنده هست کنار همدیگر می باشین. بسیار زیاد مهم است که در بین رابطه‌تان حرمت و احترام همدیگرتان حفظ بکنین.